انسان‌های بزرگ که قلب‌ها رو تسخیر می‌کنن حب انتقام ندارن. انسان‌هایی که دلشون خیلی کوچکه حب انتقام دارن. الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو منشرح نکردیم؟ خدا بهش میگه. علما میگن اسباب انشراح صدر 3 تاست: صبور بودن و گذشت کردن. انسان‌های کوچک با دل کوچک، کم طاقت، کم حوصله، دنبال انتقامن، نمیتونن ببخشن، خودخوری میکنن، شب و روز آرام ندارن. دومین اسباب انشراح صدر این که انسان نگاهشو دور بکنه به همه انسان‌ها، نگاهش زیر پاش نباشه به خویشاوندان خودش، به دور و بری خودش، نه به همه. سوم مخالف پذیری، انسان‌هایی که دلشون کوچکه نمیتونن نگاهی و نظری و رأی غیر از رأی خودشون بپذیرن، در جا حذفش میکنن اگه قدرت دارن. سومین نشانه صدر پیامبر این که مخالف رو میپذیرفت. در مدینه با یهود و نصارا معاهده امضا کرد. کفار قریش در فتح مکه که 10,000 نفر همراهشون بود یک جا عفو عمومی اعلام کرد.